سلام قربان، آموزش پرورش منطقه از این سمت هست؟ همون 200 متر جلوتره. تا کی باز هستن؟ نمیدونم والا. چی کار دارین حالا؟ یه طرحی نوشتم، خواستم ارائه بدم که اجرا کنن. به به، خیلی خوبه که اینقدر به دانش آموزان بها میدین. چه طرحی هست حالا؟ اینکه اگه زحمتی نیست پسرایی که به سن بلوغ میرسن و بندازن تو سیاهچال، اصلا بریزنشون تو دریا. چی؟ جانی؟ روانی؟ قاتل؟ جنایتکار؟ نسل کش؟ شما پسر دارید؟ نه. همین دیگه، من یه سری پسر دارم آبرو برام نذاشتن. اینا تا به سن بلوغ میرسن فکر میکنن خواننده شدن، فکر میکنن گنگشون بالاست، حتما باید یه چیزی بخونن. این پسر اولم بود، اولین شوک به زندگیمو این بهم وارد کرد. اومدن یه دونه فریستایل واسهتون برم واسه آهنگ جمجمه که الان یه ذرشو میخونم واسهتون. جمجمه شوت قمقمه، اون یارو وسط بلبله، اونم من وسط دنبله. جمجمه شوت قمقمه وسط بلبله. پسر بعدیم علاقه به چسناله های زور زدنی داشت، بهش میگن ناله با فشار. میرم از دیاری که هیچکی برام یار نشد، دل عاشق کرد رفندم و غمخوار نشد، هر بانویی که بانیت دستم بودی. جمع کن خودتو. بله. پسر سومم پارانوید گرفت، فکر میکرد خیلی دشمن داره. بذار بگم منو هستم، هر کی پس من فوش میدم و بدون هیچ چی نیست. من آرمان اینم همه بدونن که واسه کی میگم. آرمانم بذار بازم بگم هیچ کی نمیتونه من فوش بدم همچین من بگم، ولی من واسه نمیتونم میگم این درست با نمیکنه. بازم بگم چرا میخواد درست نیست. چی میگه این اصلا؟ اگه میخوای نفهمی چی میگه، رپ پسر 4مو گوش کن. بگیریم بگیم هایده نشه یه مرده بیا جلو فاک بهم نده. چی؟ بدیم به همون جزایی نکزمونی کارش نیست. تو که ادعا میکنه نخبمونی سیدم همشه پرنده است که دوی قفص هست، ادعا داری که همشه برنده است مگه درنده است. یه تو من اینکه چرت بگه، مرد اونی که دیس بده. تو هستی از اساسه به عرب بیا بزنیم یه پیک عرق بازی کنیم دست ورق میخوام. چی گفت؟ من اصلا نفهمیدم. اگه میخوای کلا هیچی نفهمی که این یکی رو گوش بده. 1 2 3 4 تولد. به بوی آخرین آجرم وفادارم، من بچه آوارم نادیده بگیر از من کوچیکم، من کوچه های کوچمون کوچیکه اما به اندازه دستای دنیاچا دارم. عمرم تولد تلخام میداشت که احوارم همخوابگی ستون و ریفه ششگرم بود، بازار مسال فروشان میدادن آزارم بیزار از بازارم، من بچه آوارم بکن تو آزارم. فکر کنم دنبالش کردن. عوضش پسر شیشمیم تفلکی خیلی کنده، بهش میگن دسپرادوی ایران. Impatient inside this mind, hiding behind this. پسر هفتمم سیاسی شده، همش ترانه های انتقادی میخونه. مردم بیمارن، همشون بیچارن، از دست شماست که همشون بیمارن. اشتغال نداریم، گوشت و مرغ گرونه، آپارتمان گرونه، ماشینم که گرونه، مرز ویرونه، ترین پشت ترین، زندگی حروم یعنی زندگی همین، بدبختی پشت بدبختی، زندگی یعنی همین. حرف مردم رو بشنوید، به حرف مردم گوش کنید، راه خودتون رو نرید، راه درسته به مردم نشون بدید. CJ این یکی با بچهای دبستانشون گروه تشکیل داده. مجتبی مبارک 0631 جنگم جنگ بگو چند حرف جنم جمن جلب نیستن اجل وجب طرف من نگیر نجل جمن کمن گلن گدن چند مثل خرچنگ از جنگ من دارم کم جنب و پیچ و طرف بچم پرچم دست شهر بچم همه کجن درجم هم جنگل به چند جهت نجار بس کلم کچل وجب خنجر از جاب دارو من لجن لج به لجم نظر پس هر دفعه هدف من میدو طرف در نرو بدون به نفت تن با من هدف کل نکنه بدون طرف من بار قلم با فندکم تو که فقط بدونی باز فکم تکلیفت معلومه باید باشی تو کف. آخرین پسرم هم هفته پیش 2 روز مدرسش تعطیل بود که این گندو بالا آورد. من پایم هرچی تو بگی لبتر کنم، اینجوریش روانیستم حالای بدتر کن. آقا نظرم عوض شد، حق با شما بود. ما میان کمکت میکنیم بریزشون تو دریا. عالیه. حالا تو دریام نریختی بدتشون دست من درستشون میکنم. نه همه هر کاری میخوای بکنم.